طرحی که انجام میشه، من برای ترکیب رنگ صورتش سفید رو گذاشتم، یه مایه کوچولو از قرمز به اضافه زرد. خب برای موهاشم قهوه‌ای رو گذاشتم با یه خورده رنگ اخرایی روشنش کردم. قهوه‌ای رو باز به تنهایی برای قسمت‌های تیره استفاده کردم. برای قسمت‌های لباسشم زرد و نارنجی رو میگیرم تا یه خورده رنگم روشن‌تر بشه. با یه قلموی سرتخت حالت رفت و برگشت این کار رو انجام میدم. رنگ رو باید کامل به خورد پارچه ببرم. با نوک قلم قسمت هایی که آب رو به اندازه‌ای ترکیب میزنم که رنگم خیلی شل نشه و حرکت کنه. قلمویی که انتخاب میکنید متناسب با سطح کارتون باشه. هرچه سطح کار بزرگتر باشه یه قلموی سرتخت بزرگتری نیاز داریم. برای جاهای کوچیکتر قلموی سرتخت کوچیکتر. برای رنگامیزی ها اگر قلممون سرتخت باشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه سریع رنگ رو روی پارچه پخش میکنه. ضربه های قلم کمتر میشه، لکه کمتر میفته روی پارچه‌تون. کارهای فانتزی رو ببینید، اول بهتر اینه که رنگامیزیش کنید، بعد از رنگامیزی بیاید اگر نیاز بود دورگیری مشکی یا رنگی دورش انتقال بدین. اگر من اول بیام دورگیر بزنم و بعدش بیام رنگو بذارم ممکنه رنگم بیاد روی پارچه و روی دورگیرامو بپوشونه و باز دوباره با دورگیری کنم. به خاطر همینه که اول رنگ میزنیم، بعد از رنگامیزی کامل شد دورگیری میکنم. منظور فانتزی چیه؟ فانتزی کاراییه که خیلی زیاد ترکیب رنگی نیاز نداره، همون نقاشی های کودکانه است، خیلی ساده تر کار میشه. یه سری کارایی داریم باز گل رز و گل زنبق و اونها رو نچرال کار میکنیم، یعنی اینکه تا میتونیم ترکیب رنگی های خیلی بیشتری توش استفاده میکنیم. یه چسب هم داشتین توی وسایلتون به نام چسب بینده. خب یه جاهایی من میخوام نوع رنگم شاید وستا نباشه، خب نوع رنگم ریپین باشه یا یه مارکی که زیاد به نام نباشه و فکر کنم که اون رنگ ممکنه پاک بشه، اینجا میام چسب بیندرم رو استفاده میکنم. یعنی داخل رنگم یه خورده از این چسب بیندر رو با یه قلموی تمیز اینو میتونید توی قطره چک کنم جا بدین. وقتی چسب رو استفاده میکنید حتما قلمویی که چسبیه خیلی تمیز شسته بشه که
چسب رو قلمتون خوش نشه. یه خورده بیندر ببینید میزنم داخل رنگم، اینجا رو بگید. بله. رنگ اون چسب بیندر خودش یه خورده هم رنگ رو روشن میکنه. آره نه اونقدر سفید نمیکنه به اون شدت. یک درجه کوچیک نامحسوس رنگ رو روشن میکنه. چرا برای بقیه نزدیم برای قرمز رو؟ از رنگایی که گفتم که دسته نباشه و احتمال بدیم که پاک بشه. این که من بیندر رو توی رنگم اضافه کنم خودش یک روش تثبیته. یکی از روش‌های تثبیت اینه که بیندر رو توی ترکیب رنگیم اضافه کنم. یه روش تثبیت دیگه هم داریم که حالا رنگامیزیمون که کامل بشه اون روش تثبیت رو هم آموزش میدم. حتی بخشایی از کارمون که رنگ خود طرح سفیده بایستی حتما اون قسمت رو رنگ سفید بزنیم. هیچ جا نباید پارچه بمونه خالی باشه. من توی این رنگم یه قطره کوچیک باز بیندر رو اضافه کردم. برای دورگیریش کاملا طرحو میچرخونم، نوک قلممو میذارم روی کجاها رو دورگیری کنیم که خیلی هم مصنوعی ببینید نشه؟ خیلی هم نیازی نیست این دورگیری یا پهن باشه یا حتما خیلی مشکی باشه. الان مثلا دور دامنش اگه قرمز رو بکنم خیلی یه جوری میشه نه همه جا نیاز به دورگیری نداره، ولی خب باید بدونید که دورگیری همیشه بعد از رنگامیزیه. قبل رنگامیزی دورگیری نداریم. خب حالا یه روش دیگه هم برای تثبیت این میخوام بهتون بگم چطوری من این کار رو به غیر از بیندر، اگر بیندر نداشتم چطوری میتونم اینو به یه سبک دیگه‌ای تثبیتش کنم. من اگر بیندر در دسترسم نباشه بعد از اینکه این طرحمو کاملا رنگامیزی کردم و کار انجام شد میذارم خشک بشه یه مدت طولانی. خب یعنی بذارید حداقل یه روز بگذره. ظاهرا این کار خوش شده ایه. اما زمانی که من کار رو انجام میدم به خاطر اینکه لایه‌های رنگی که روی پارچم گذاشتم بعضی جاها 2 بار تکرار شده یا 3 بار تکرار شده، لایه‌های رویی یواش یواش خشک میشه، بعد لایه زیری خشک میشه. خب وقتی شما دست میزنیم هنوز یه حالت چسبندگی داره با وجودی که خشکه. اون بابت اینه که رطوبت کار کاملا گرفته نشده، هنوز کارتون خیسه. و اگر در اون وضعیت من بیام کارم رو اتو بزنم ممکنه که رنگ های جاهایی کنده بشه با حرارت اتو. خب پس من میام کامل میذارم این کار خوش بشه. زمان که گذشت، یه روز که گذشت، 24 ساعت که رد شد از این کار، بازم میگم بستگی داره به رنگامیزی که شما گذاشتین. یه وقت هستش شما خودت میدونی که 4 لایه رنگ زدی، ترکیب رنگی رو نتونستی بسازی، مجبور شدی دوباره رنگامیزی کنی. یه جایی ترکیب به دست نیومده، مجبور شدی 3 بار دیگه رنگ بزنی. خب اینا تو کارهای اول خیلی اتفاق میفته که رنگامیزی کامل نباشه، شما یه تکرار کنی. اینا هیچ کدومش غیر طبیعی نیستش.
پس من کارم که کامل خوش شد، زمان گذشت، میام پارچمو طرحمو برعکس میذارم. خب یعنی این طرحی که گذاشتم الان به این صورت زیرش یه پارچه سفید اینطوری پهن میکنم. خب این طرحمو از تو کارگاه در میارم، برعکس میذارم روی این پارچه. درست شد؟ به این فرم. یه پارچه دیگه هم نخی روش پهن میکنم، اتویی که در درجه متوسط باشه و از لحاظ بخار خالی باشه، یعنی هیچ بخاری نداشته باشه. میام 1 تا 2 دقیقه این بالا اتو میزنم از این پشت. درست شد؟ اگر رنگام خیس باشه به این پارچه زیری میچسبه، پس باید کامل خشک باشه. اینو که اتو کردم دیگه تثبیت شده. حالا یه نکته برای پارچه های سفید، شما برای تثبیت کردن یه پارچه‌ای، یه تیشرتی، یه شالی، مانتویی با رنگ سفید باید چطوری این تثبیت رو انجام بدین؟ تثبیتی که من برای پارچه سفید انجام میدم یه خورده بایستی دقیق تر و حساس تر باشه. اینجا من هم بیندر استفاده میکنم، خب فقط پارچه سفید، هم باید بیندر استفاده کنم. بعد از اینکه بیندر و رنگم باز دوباره گذشت و خوش شد، دوباره پشتشو برمیگردونم، اتو هم میزنم. درست شد؟ هم اتو هم بیندر، به خاطر اینکه تو شستشوها ممکنه اینکه مثل لباسای رنگی و غیر رنگی که تو لباسشویی میذاریم، رنگ پارچه‌ای که سفیده یه حاله کوچولو از پارچه‌های دیگه ممکنه رنگ بگیره. درسته؟ اینم که من به تنهایی بشورمش بازم ممکنه از پارچه‌های دیگه رنگ بگیره. یکی هم روش شستشوی این پارچه‌های سفید رو بگم. پارچه سفید رو به هیچ عنوان توی لباسشویی نندازیم بعد از نقاشی کردن، هم از رنگ خودش پس میده، چون توی لباسشویی ممکنه چند آنزیمه استفاده کنیم، اون آنزیما میاد روی این تاثیر میکنه، زخمیش میکنه، پس اینو با دست میشورین. بعد حالا برای شوینده بیشترش یه خورده خمیر دندون با یه خورده پودر رختشویی دستی یا مایع لباسشویی معمولی میریزین توی لگن، یه خورده میذارین تو نم باشه، یه 5 دقیقه اونجا بشوریدش دیگه.